پس از حمله به دمشق پایتخت سوریه و کشته شدن 5 فرماندهی سپاه پاسداران انقلابی ایران، تنش‌ها در خاور میانه اوج گرفت. رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی انگشت اتهام را سوی اسرائیل دراز کرده وعده داد که انتقام میگیرد. دولت یهودیان مسئولیت را بر دوش نگرفت و همان حمله ها به انشاءات حماس در نوار غزه را ادامه میدهد. جنگ در غزه بعد از آن شروع شد که ماه اکتبر گروه حماس به اسرائیل حمله کرده تقریباً 1200 نفر را کشت. از زمان آغاز این جنگ پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در خاور میانه ده‌ها بار مورد حمله قرار گرفتند. روز شنبه هدف پایگاه هوایی الاسد در عراق بود. این یک حمله بسیار جدی با استفاده از موشک‌های بالدور بود که برای نیروهای آمریکا خطری بزرگ دارد. سال گذشته هم وقتی چنین حمله در عراق و سوریه به عمل آمده بود، ایالات متحده نشان داد که در صورت پیش آمدن ضرورت پاسخ خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد که از این حمله ها پیشگیری شود و گروه‌هایی که حمله به ما را ادامه می‌دهند جواب گویند. مقامات غزه گفتند در نتیجه حمله های اسرائیل تقریباً 25,000 فلسطینی کشته شده است. با توجه به این، امریکا فشارها علیه اسرائیل را برای حفظ جان غیر نظامیان و انتقال کمک های بشردوستانه کاهش نمی‌دهد. اخیراً آنها اعلام کردند که برای انتقال ارد به غزه طریق بندر اسرائیل اجازه می‌دهند. این قدم خرد ولی پی در پی است، اما کافی نیست. برای کمک به پناهجویان فلسطینی که از گرسنگی اذیت میکشند، اختیاریان در رفح نان تقسیم میکنند. ولی طور آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست اخیر در اوگاندا گفت وضع نااستوار و نگران کننده است. آدمان نه تنها از بمب و تیر بلکه از کمبود غذا، نبودن آب تازه، بیمارستان‌های بی‌برق و داروواری و در سفرهای پر از مشکل با هدف فرار از جنگ می‌افتند. به این باید خاتمه داد. با وجود فشارهای داخلی و طلب پیوندان اسیران اسرائیلی برای بستن سازش با حماس، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی دیگر باره وعده نابود کردن حماس را تکرار و تاکید کرد که با انجام جنگ امنیت در غزه را زیر نظارت خود می‌گیرد. دولت اسرائیل باید از نگاه امنیتی تمام حدود کرانه باختری را نظارت کند. این خیلی مهم است. حتی اگر به ایده استقلالیت فلسطین هم مخالفت کند. چی کار باید کرد؟ این اظهارات تصمیم تأسیس دو دولت فلسطینی ها را که ایالات متحده و کشورهای دیگر چون یک راه ختم جنگ از آن پشتیبانی میکنند زیر سوال برد.